محصولات غذایی شوین، تولید سالم، مصرف با اطمینان. واحد صنعتی دلارای دز تولید کننده انواع سبزی، صیفی و میوه‌جات تازه و خشک شده، انواع سالادهای فصل، سبزی خوردن و انواع سبزیجات تازه بسته‌بندی، انواع سبزیجات مخلوط تازه و نیمه آماده تازه و انجمادی در وزن‌های مختلف با نام تجاری شوین در سال 1386 فعالیت خود را در این زمینه غذایی آغاز و اولین واحد دارای پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو در استان خوزستان، استان‌های همجوار و منطقه می باشد. با تلاش گسترده و با تاکید بر کیفیت محصولات و با بکارگیری از ماشین‌آلات بروز و افراد مجرب و متخصص، توانسته تولیداتی منطبق با موازین و معیارهای بروز غذایی و بهداشتی داشته باشد. از شاخصه‌های صنایع غذایی شوین، واحد نمونه و برتر سازمان غذا و دارو در سالهای 1393 و 1403، گرید آی تولید کنندگان غذایی به صورت مستمر، مسئول فنی نمونه و برتر سازمان غذا و دارو، دارا بودن گواهینامه‌های بین المللی ایزو 9001 HACCP 22000، خط تولید مکانیزه و پیوسته و بکارگیری بیش از 80 نیروی مجرب در خط تولید محصولات، دارا بودن بیش از 2000 متر سایت تولید و سالن‌های مجزا، سردخانه‌های بالا و زیر 0,000 متر مکعبی بیش از 300 تن گنجایش، عدم استفاده از هر گونه مواد نگهدارنده و افزودنی‌های مضر، برخورداری از بهترین و سالمترین آب و محصولات کشاورزی دزفود و شمال استان خوزستان، تنوع در بسته‌بندی انواع سبزیجات و صیفیجات در جهت مصارف داخلی و خارجی و صادرکننده محصولات کشاورزی. تلفن بازرگانی و فروش 0903 162 59 20. دفتر مرکزی و کارخانه 061 42 54 79 21 الی 2. آدرس: خوزستان، دزفود، کیلومتر 5 جاده شوشتر، شهرک صنعتی شماره 1، خیابان 17، شرکت صنایع غذایی شوین. شوین، تولید سالم، مصرف با اطمینان.